چون فلانتون کردین تو فلان یه نفر دیگه و نکشیدین بیرون معجزه انجام دادین. بچه درست کردن آسون ترین کاریه که تو دنیا اتفاق میفته. سلام، برعکس یوتیوب سهیل اقتصادی هستم. آقا امروز میخوام راجع به مامان بابا بودن صحبت کنم و بیشتر راجع به کسایی که تازه بچه دار شدن و تو مثلا 10 سال اول. میخواستم بگم که چیزی که جدیدن دارم احساس میکنم اینه که آدما خیلی بچه‌شونو با ارزش میدونن. خب میفهمم بچه ارزش داره، ولی نباید تو این لول آدم به بچه‌ش بها بده. به نظر من هم به نظر من برای خودت خوب نیست که انقدر خود بذاری واسه یه نفر دیگه، هم واسه یه نفر خوب نیست که انقدر وحشیانه عشق و علاقه و نمیدونم اینو از یه پدر مادر ترانسفر بشه به بچه وقتی بی دلیله. خب نمیگم با بچه بد باشه، ولی بچه‌ای که مثلا داره بد رفتار میکنه، خوب نیست، آقا نیست، باحال نیست، نباید بهش انقدر رسیدگی بشه. حالا یه مثال اول میزنم بعد برمیگم تو این بحث. آقا من خب برات تعریف کنم دیشب چی شد. قضیه چی بوده؟ 2 تا بچه دیدم من. خیلی شده آدما میان به من میگن که آقا تو بچه‌ها خیلی خفنن، ما عشق کردیم و فلان. من فکر می‌کنم دارن به من حال میدن، فکر می‌کنم مثلا دارن نایسازی وندر میرن. فکر نمی‌کنم که واقعا اینقدر بچه میتونه بد باشه. من دیروزی که دوستام اومد پیشم، 2 تا بچه داره، یه بچهش 4، یه بچهش هم 7 یا 6. آره یه بچهش 6 یه بچهش 4. 2 سال ما فرق داره. 2 تا پسر. بعد کلا وقتی که باهاش حرف میزنم احساس میکنم خانواده خیلی با هم نیست. یعنی مثلا همیشه میبینی که مثلا این بچه‌ها داره میبره پارک، بعد با مامانه رفتن، میبینی خیلی با هم نیستن. من اینو پشت صحنه دیده بودم، ولی نمی‌دونستم، من فقط دیده بودم. صدا زد نکردم. آقا از اینجا صدا خوب میشه. سلام، برعکس یوتیوب. بعد این 2 تا بچه‌ها اومدن اینجا و خب منم آدمم خیلی مهربونم، معمولا دوست دارم بهشون حال بدم، با بچه‌ها خیلی حال میکنم، سعی کنم با اینا خوب باشم، ولی هر سعی کردم باشون یه کاری بکنم خیلی تلخ بودن. یعنی مثلا دلت نمیخواست بهشون دیگه نزدیک شی. من گفتم خب دیگه اصلا این حالتی به قول من گور پدرتون کاری بهتون ندارم، به من دیگه کاری بکنشون نشم. بعد از اینجا رفتیم خونه مامانم اینا، چون می‌خواستن اونجا آب بازی کنن از این حرفا. اونجا که رسیدیم من اومدم این چیزاشو باز کنم. یعنی بابا 2 تا بچه داره دیگه، یه بچه اون ولی بچه این رفته در اون رو باز کرده، بچه من در میاره. من گفتم خب کمک کنم دیگه، منم بابا بودم روزی، من ماشین خودم پیاده شدم رفتم اونجا در اون رو باز کردم، شروع کردم این بچه رو دادم. بچه همینجوری من نگاه میکنه، خب همینجوری نگاه میکنه و من با اول باز کردم، اون باز کردم، بعد که باز کردم گفت خیلی انو. خب میتونی بگی نو نکن، ها دونت تاچ. اینم مثلا دیدم گفتم چیه میخوای خودت بکنی؟ چه نه میخوام بابام بکنه. گفتم خب مگه کوری وقتی که احمقانه، یعنی بابا دومانش داره زحمت میکشه تو این آفتاب گرم، خب زودتر بکشیم تو میریم بغل آب اشغال کنیم. یه جوری مثلا من به فکر تو احمقم. بعد گفتم خب اوکی. بعد یه نگاهی به بابای کردم که مثلا اینجا انتظار داشتم که اگه آدم اینجا داری که میخوام بچه‌ها توجهش بشن، اگه بابا هستی یا مادر هستی، اینجا اونجاییه که بچه‌تو اصلاح میکنی. اینجا اونجایی که میگی بچه، حالا به هر زبونی که با بچه حرف میزنی، میگی الاغ کوچولو. اولا کوری نمیبینی من دارم زحمت میکشم اینجا، دوما خود احمقی یکی اومده کمک کنه، بجای که ازش تشکر کنی، تشکر که نمی‌کنی چی داری به یارو قرم میزنی. خودت پیاده شو، کمرت که بازه، ونگم نزن. بچه که ببینه این کارو کرده، از باباش اتنشن نگرفته، از مامانش اتنشن نگرفته و یه خورده حالا مثلا بهش تلخی هم شده، این کاراکترشو اصلاح میکنه. وقتی بابا مثل گاو اونور وایساده داره کارشو ادامه میده، یعنی اینکه اوکی دیگه، یعنی اوکی دیگه، سکوت میگم چیز رضایت دیگه. بعد خب من یه نگاه کردم دیدم خب یارو طرف گاو دیگه، نمیگه هیچی به بچه‌ش. گفتم که میخوای ببندمش که مثلا بابات میاد خفشی دیگه قور نزنی، چون همینجوری قور میزنه. بعد گفت نه میخوام بابام بیاد اینو ببنده. بعد که بابا اومد میخواد درش بیاره، داشت جنگ میکرد که نه باید ببندی در بیاری. میفهمی چی میگم؟ بعد من خواستم بالا بیارم روی این بچه، گفتم چقدر بچه تخمی هستی تو. بعد یکی 2 تا بچه، بعد تازه‌ش میگفتم اوه پس برای همین هر کی منو میبینه میگه بابا بچه‌ت سوی تو فلان بسار، روی این حساب دارن حرف میزنن، چون واقعا بچه‌ها دیگه حال آدمو به هم میزنن. حالا اینجا برمیگم دوره پدر مادرها تا اتفاق بعدی رو بگم که دیگه حالا من خود بچه درست کردن آسون ترین کاریه که تو دنیا اتفاق میفته. یعنی قبل از اینکه چرخ اختراع بشه بچه میذاریدیم، قبل از اینکه از غار بیایم بیرون بچه میذاریدیم، قبل از اینکه تازه خیلی راحت تر خانومه قور نمیزد، 5 ماه ویار نداشت، بعد نمیدونم 6 ماه نباید میخوابید تکون نخوره، یارو صبح میذاری شب داشت از بوفالو داشت فرار میکرد که با شاخ نره تو کونش. پس یعنی لوستر هم شده. پس واسم زاییدن آسون ترین چیز دنیاست. خیلی هم مثل اینکه تو این توهم که چون فلان تو کردین تو فلان یه نفر دیگه و
نکشیدیم بیرون معجزه انجام دادین. هیچ گویی نخوردیم آقا. بچه واقعا یه چیز تخمیه. آمارم نشون میده 99% آدمای تو کره زمین خنگ و احمقن. پس شانس اینه که بچه ما 99% خنگ و احمق میشه، 1% خوب میشه. پس تو بعد خودتو بکشی که به اون 1% برسی. بشینیم حالا ببینیم چی میشه، ان شاءالله بزرگ میشه. خودش بچه بزرگ نمیشه. بچه یه انسانه. من نمیخوام اسم بچه و بزرگ و پیرمرد اینا احمقانه است. تو باید بگی انسان. اون لحظه که به دنیا میاد یه انسانه، ضعیف‌ترین انسانه و احمق‌ترین انسانه، چون حتی نمیتونه راه بره. شیشو بذاری جلو میمیره، نکنه تو دهنش. بعد از 1-2 سال قوی‌تر میشه ولی هنوز احمقه. بعد از 1-2 سال که میرسه تو سن 3 و 4 میتونه یعنی داره شروع میکنه به عاقل شدن. این لحظه‌هایی که تلاش نمیتونی رد کنی چون بابا 3 سالشه همین حمال بازیاست که یه آدمیو مثل دیکتاتوری که الان تو دنیا هستن طراحی میکنه و تمام دنیا رو زجر میدن. همین لحظات اگه مامابا با شعور بالا سر اینا بود یه دونه دیکتاتور تو وجود نداشت. حالا ما نمیتونیم دنیا رو عوض کنیم ولی دنیای خودمون رو دیگه باید بتونیم عوض کنیم دیگه. توی خونه کوچیک این پدر الان چه دلیلی داشت به بچه‌ش نگفت زر نزن مادر سگ؟ حالا پسر گلم عمو سهیل داره به شما کمک میکنه. این قشنگ نیست شما بهش میگی که من بابامو میخوام. بابات هم اگه میخواد من که روزی 10 بار دارم تو رو میذارم این یه بار رو بعد دهنتو ببندی به احترام آدمی که داره بهت کمک میکنه، نه به احترام بزرگتر. نه چون سهیل مثلا هرچی از من بزرگتره، از من کوچیک‌تره، از من گنده تره، نه، فقط چون که این تو منطق الان یه کار خوبه داره واسه تو انجام میده نه بکنه. سهیل که الان میتونه بدو بره بغل بچه‌هاش که اونجا. سهیل که اصلا با یه ماشین دیگه اومده به خاطر توی حمال که تو گرما نمیشی داره این کار میکنه، به خاطر اینکه تو زودتر برسی به آب بازی میکنه. خلاص این کارو کردیم، گفتم اوکی، رفتیم بالا بغل چیز از این بیلبکو گوشیم پلاستیک گنده است، آب میریزه روش، میتونی سر بخوری. پاشا ماماکو دارن میدوئن سر میخورن عشق و حال. این دوتا بچه‌ها نشستن کنار، من نمیخوام خیسم. بعد نگاهشون میکنم نه مایو پوشیدن. میگم خب اگر نمیخوام خیسیم پس چرا مایو پوشیدین؟ ما چون اومدین آب بازی، الان هوا گرم، عشق آب بازی، چرا نمیخوای چی؟ چرا؟ چون مامان بابا اینا رو گوهر آوردن. تا زمستون خونه رو گرم کردن، لباس اینا کردن، بعد بچه به سرما حساسیت پیدا کرده. و قبل اینکه بری گفتم می‌خوایم بریم آب بازی کنیم با ماماکو پاشا هستن، بچه‌ها اینم هستن، بریم آب بازی. پوینتشون این نبود. همین اصلا واسه آب اصلا کلا واسه آب بازی اومده بودم. همینو میگم. بعد سان اسکرین زده بودن اینا، من نمیخوام خیس شیم. و من تو این چیز بودم که اوکی اینا بچهای تخمی هستن دیگه، به تخمم نزنین، هر گوی می‌خوایم بخوریم. من دیگه تو این فاز بودم. بعد تو یه صحنه موموکو از این چیزا هست آب میکنن تو بادکنکا، باد میشه 20 تا یهو با هم درست میشه، بعد میتونن به هم پرت کنن. من این تکنولوژیشو نمیفهمم. یه پلاستیک میکنه تو شلنگ یا 20 تا بادکنک پر آب میشه، خودشون هم بسته میشن. بعد میگم تو اگه بسته آب چجوری رفته توت؟ اگه الان آب توته چرا از اون راه که رفته تو نمیاد بیرون؟ بعد میگیری میکشی، بعد پلاستیک پارش کنی، این فشار اینو خراب نمیکنه. موموکو میپره روش نمیترکه، باید محکم بزنی. خیلی اصلا نمیدونم، خلاصه دمش میگم چه بچا چه عشقی میکنن امروز. در صورت اینو میزنه آب میکنه، بعد رو اینا داره میپره و بازی میکنه. یه جا یکی از اینا مثلا یه جایی بود که وقتی موموکو پرید روش، مثلا یه متریش این یکی بچه نشسته بود دقیقاً لبه این وسیله‌های آبی و همه چی، و آب خورد تو صورتش. بعد یهو شروع کرد گریه و زاری و اینا. بعد موموکو که این صحنه رو دید سگ زاده است دیگه، باباش منم دیگه، رفت یکی دیگه ورداش از این آورد گوش همونجا دوباره پرید روش، دوباره بخورد تو صورت اون، خورد تو صورت اون، اونم دوباره قاطی کرد. تا اون قاطی کرد یهو مامان من و بابام و النا برگشتن حمله کنن به موموکو. تا همه گفتم موموکو، یهو من دادم هیچی نگه و همه ساکت شدن. گفتم موموکو بازی تو بکن. بعد موموکو رفت یکی دیگه آورد دوباره زد. بعد رفت یکی دیگه آورد دوباره زد. بعد حالا این بچه داره جیغ میزنه الوده. ببینید میگم بعد یه جا دیگه بابا دیگه نتونست طاقت بیاره، بلند شد رفت بچه‌شو برداشت آورد اینور. حالا اومده چشا قرمز، اندماغ از اینجا چه چونه دیگه حرف میزنه دیگه، بابا اندماغ از دهنش درست میشه. خلاصه دارم بهت میگم مثلا یه چیزی میشنم حال به هم خوری. بعد بابای بچه رو میاره اینور رو داره گریه میکنه و اونم دستام شده تمیزش میکنه و هیچ حرفی زده نمیشه. خب من اینجوریام چرا انقدر احمقی؟ تو که اینجایی، تو که داری میبینی چه اتفاقی میفته، تو که میبینی بچت الاغه، چرا نمیای اینو الان درست کنی؟ بعد من اونجا دیگه طاقت نمیارم. من معمولا هیچ وقت هیچی نمیگم، چون وقتی که احمقه دیگه من ربطی نداره. ولی نتونستم. یه طرفم می‌خواستم بهش بگم که من نمیخوام دخترم بچه تو رو اذیت کنه، اینجوری فکر بکنی. من فقط واسم عجیب بود که تو چرا انقدر خودت و بچت احمقین با هم دیگه. و بعدش گفتم که ببین، به بچه گفتم اگه نمیخوای آب بخوره بهت و خیس شی، چرا بغل وسیله‌های آبی هستی و وقتی که آب بهت خورد چرا تکون نخوردی؟ بعد این ریاکشن شد.
نه مثلا نمیفهم منطقت چیه، نو چیه، میخوای زر بزنی مشکلی حرف بزن. اگه حرفی نداری فقط میخوای ان باشی خب نباش. این چه شخصیت گوییه که دادن تو 4 سالگی به تو یاد دادن. بعد ادامه دادم گفتم ببین ما که نمیتونستیم استخر و اینا رو برداریم ببریم اونور، تو باید تکون بخورین. اینم نمیفهمی؟ بعد دوباره همین ادامه داد نه. بعد واسم خیلی سوال بود که چطوری الان این پدر و مادری که اینجا نشستن، یعنی مادرش که نیست فقط پدر، این پدری که الان اینجا نشسته چه جوری بلند نمیشه یه حرفی بزنه به این بچهش بگه نو زهر مار، یعنی چی نو؟ و اینجا به این رسیدم که دلیلش اینه اینا آدما، حالا این میگم چیزایی که تو مغز من توهم میشه، آدما همه آرزوشونه به یه عشقی برسن، به یه عشق مادرانه، یه نفر رو اونجوری دوست داشته باشن و تمام زندگیشون دارن دنبال این میگردن، اینو پیدا نمیکنن. و وقتی که تو سن هر سنی بچه دار میشی و این بچه از روی ضعف و روی خودخواه بودن به تو اینجوری میچسبه که تو عاشقش بشی که بهش برسی که نمیره، این یه عشقه که سیستم اینو دیزاین کرده که تو بچه تو بزرگ کنی. عشق واقعی نیست. میفهمی چی میگم؟ تو عاشق بچت میشی ولی این کارو که میکنی حتی سیستم تو رو گول میزنه. چون مادر پدر هستن که بچه‌شون رو کشتن دیگه، بچه‌م هست که مادر پدرش رو کشته. پس وقتی که میدونیم میتونه از دست در بره تا تو این ماکسیمم. پس همه رابطه ها درست نیست ولی همه بچه ها با عشق شروع میشه. خب پس این عشق واقعی نیست. من پوینت همینه. حالا که این عشق واقعی نیست ما باید بفهمیم و باش مبارزه کنیم. وقتی که بچه داره عوضی بازی در میاره، احمق بازی در میاره، لوس بازی در میاره، بیادبی میکنه، ما باید اینو بفهمیم و باش بجنگیم و به بچه بگیم که نه داداش من خفه شو، تو لوسی. حالا میگم هر کی قشنگ عزیز من فرشته نجات ما لطفاً قشنگ صحبت کن سعدی حافظ. ولی من به بچه میگم دهن تو ببند سگ زاده، چون دارم میگم بچه روزی فوشو میفهمه، بذار بفهمه که اون روزی که فوش خورد واسه این کارش بود. چرا که نه؟ اصلا فوش نیست. من میگم طرف چرا کلا با بچه‌ش صحبت، چون من چیزی که از تو یاد گرفتم یا اینکه دیدم، دو میکروفون نگاه کن حرف بزن. آره این چیزی که من از تو دیدم و یاد گرفتم اینه که کلا با بچه‌ها صحبت میکنن، باشون حرف میزنی. حالا نمیگم که فوش بهشون میدی یا بد باد میکنی یا بد میکنی، اتفاقا میشینی فقط باشون صحبت میکنی، منطقی بهشون توضیح میدی. به نظر مهم اینه و طرف اصلا باش این نشون میده طرف اصلا با بچه‌هاش صحبت نمیکنه، بی خیاله، اصلا حرف نمیزنه. آره بعد وقتی منم میگم بازم نمیکنه. یعنی مثلا تو اون لحظه میگی که خب من خودم آدم خنگم نمیفهمم، بعد یکی داره به بچه‌م میگه خب پسر گلم چه تکون نخوردی، نمی‌تونیم که آبو تکون بدیم، تو باید تکون می‌خوردی. بعد من میگم راست میگی دیگه، چرا پسرم تکون نخوردی؟ جواب بده. نه معنی جواب بده. بعد جواب چی الان؟ آره همین، من نمیگم به یارو فوش میداد یا میگم پدر سگ فلان، نه اصلا حرف نمیزنه. دود واقعا حالم به هم خورد. خواستم بگم که خواستم یه ویدیو درست کنم، اینو توضیح بدم که آقا برای وقتی که مادر پدر میشین، بچه دار نشدن سخت‌تر از بچه دار شدنه. کشیدن بیرون سر وقت سخت‌تره. یعنی کار از این آسونتر نیست. یکی آسونترین کار ریدنه، دومیش بچه دار شدنه. حالا سخت‌ترین کار چیه؟ یه انسانو تربیت کردن، یه انسانو مشیش کردن، یه انسانو یه کاراکتر کردن که الان می‌بینی من چقدر عشق میکنم هر جا که میرم، هر کی پاشا رو میبینه میگه باش پسر من مثل پاشا بشه. تو جلوی بچه‌ها بهش میگن. یعنی مامانه میذاشت واسه من تعریف میگم، میگه پاشا اومد خونه ما، بچه‌ها خواب بیدار شدن، بچه من اومد بیرون از اتاق تخمی، پاشا بلند شده بود، مسواک زده بود، موهاشو شونه کرده بود، تختشو جمع کرده بود، بعد وسایلی که بهش داده بودیم و تا کرده بود گشته بود کنار، بعد با بشقابش اومده بود تو چیز که بذاره توی آشپزخونه، بشقابی که مثلا دیشب تو اتاقش بوده. بعد میگم به بچه‌م گفتم که چرا تو نمیتونی مثل پاشا باشی؟ بعد میگه بچه‌م میخواد نگاه کرد، گفتم مثلا نمیدونم بعد چجوری این کارا رو بکنی، یعنی مثلا من بلد نیستم چجوری باید تا کنی تو اون لول، مثلا چیز گنده رو چجوری تا کنی. من خیلی نمیشم، میگم صمیم قلب عشق میکنم دیگه، بزرگترین فلکس های دنیا واسه من ایناست. میدونی وقتی مثلا موموکو مثلا الان محمد خونه من زندگی میکنه دیگه، الان چند سال ما با همیم، یک بار تا حالا تو دیدی اینا گریه کنن؟ نه بابا من ندیدم. آخه ببین الان تو اینجوری میگی، مردم از بیرون فکر میکنن بچهای تو بچهای غیر عادی هم مثل ربات میمونن. اتفاقا اصلا اینجوری نیستن. دیوونه اصلا دیوونه که ببین موموکو که کپی رایت اصلا کپی فقط اینو میگم سهیله، اینو میگم پاشا با کلنگ واقعی زده تو صورت موموکو، از طرف تیزش خورده تو ابروش پاره شده. خب رباتو یعنی دورترین چیز به رباتن،
دمت گرم گفتی. آره واقعا موموکو که کپی پیست توه، پاشام که کپی پیست مامانشه. خب آرومه ولی خب شیطنتشون اتفاقا به جا دارم، اتفاقا به جا آتیش هم میسوزونن. ولی مهم اینه که حرف گوش کنن، مهم اینه که بخشناسن، هر سن بهشون میگی برو بخواب میرن میخوابن، ادا در نمیارن. میدونی حرف تو رو خلاصه قبول میکنن. بیدار شدم با پای موموکو تو صورتم، تو این حالت از خواب بیدار شدم، اینجوری دو صورتم فشار میده، عجیب بلند شدم این چیه، دیدم پاهای موموکو داره استرچ میکنه. بعد سوالم اینه که چرا تو تخت مایی، چرا برعکسی، چرا پات تو صورت منه؟ فقط بلندش کردم اینجوری برقش کردم، چرخوندمش بغلم، گفت میاو. میگم مهم اینه که واقعا من با پاشا که 10 سالشه خیلی منطقی میتونم صحبت کنم. او بگو بیزنس رو اومده بود گفته بود. بعد یه دفترچه داره پاشا، توش بیزنس‌های مختلفو نوشته، مثلا یه دونش دراپ شیپینگه، یه دونش بیزنس‌های آنلاینه. بعد اومده بود به من میگفتش که محمد تو دوست داری مثلا چه بیزنسی رو شروع کنی؟ من گفتم خود فکر کردم، گفتم مثلا یه بیزنس آنلاین، مثلا دراپ. خب من توی دفترم دارم همه اینا رو نوشتم. پاشا دفتره رو مثلا کی بهت داده؟ از کجا آوردی این اطلاعات رو؟ گفت بابا یاد گرفتم. خدا وکیلی خوب ازش یاد گرفت، یعنی معلم. آره بعد اصلا یه کاری میکنه، یه وقتا یه حرفایی میزنه، مثلا از من میپرسه چقدر پول در میاری تو، کجا کار میکنی؟ بابا بچه 10 ساله مگه از این سوالا بلده؟ خیلی باحاله. معلومه میدونه دیگه، این معلومه اطلاعات. بابا دارم میگم بزرگترین فلکس دنیاست. یارو من ازم جنس بخره، من ربات دارم خراب شده بود ولی همه چی دیگه‌اش کار میکرد، وکیومش و فلان و شارژرش و اینا. مثلا اونش ارزش داره، کل ربات $1500. من این همه رو رباتم کار میکنه، یه چراغش خراب شده، بعدش درست کنیم اونم با یه پیچ میشه درستش کنی. ولی من حوصله ندارم. گذاشتمش واسه $200 یکی بیاد ببرتش که فقط آشغالو ببره. بلکه جوش گنده است. جاری که اومد ببره جعبه رو، پاشا اومد جلو و صحبت کرد و گفت مثلا قیمت اون اینقدر، پولو گرفت شمرد و جعبه داد به یارو. و یارو جعبه رو بلند کرد، جوری بلندش کرد. بعد که بلندش کرد پاشا گفت کمک لازم داری اینو ببری تو ماشینت؟ یارو همینجوری وایساد، برگشت، جعبهشو گذاشت پایین. من پسر دارم 16 سالشه. من آرزوم بود این بچه‌م مثل تو بود. یعنی ببین وایسا اینو گوش پایین و اینو می‌خواست بگه به پاشه، می‌خواست بگه چرا تو انقدر خفنی؟ یعنی سلزو کردی، پولو گرفتی، هنوز داری میگی افتر سلز داری فکر می‌کنی که من سرویس بدم، کاستومر رو هپی نگه دارم. چرا؟ چون من نان استاپ دارم باهاش صحبت می‌کنم، من همینا رو بهش یاد میدم، اونم داره یاد میگیره. مثلا صحنه‌اش می‌بینی. بعد اون یارو که داشت اینجوری به پاشا میگفت، من شب اینو به دوربین داشتم به اعلانش میدم، اینو ناکن ببین یارو چی گفت. حالا یکم سر اون آب سرد کنه که طرف اومده بود ببره، طرف گفتش که اینو تست کردین؟ ما حالا میزنیمش روشن میشه، حالا اینکه تست کردیم درسته کار میکنه ما نمیدونیم، ولی کار میکنه به هر حال داره روشن میشه. بعد دیگه یارو گفت حالا من بهتون اعتماد میکنم اینا. بعد پاشا همون لحظه گفتش که حالا شما ببر، اگه مثلا خوب نبود و اینا کار نکرد برگردون. اینو که گفت یارو شورت از پاش افتاد. خب ازم میپرسن مثلا میگه اگه اختیار شاکی بود چی با پاشا اصلا خواهی کرد. خیلی قوی گفته دیگه، شو ببر دوستاش پسش بیا خیال راحت بشه. چند روز پیش اومد گفتش که بابا هوا خیلی گرمه، من بیا 2 تا آب لیموناد درست بکنم، تو یکیش نه یه ظرف دیگه یخ بذارم. گفت لیموناد درست کنم تو یکیش یخ بذارم، یخو جدا بفروشم. گفتم ببین فکرت خوبه که داری بیزنس رو بخوای ایمپروو کنی، ولی کارت عوضی بازیه. یه سری کمپانی‌ها هستن که این کارو میکنن و واسش مثال زدم. گفتم مثلا تو وگاس بودیم، داشتم رفتم استارباکس یه لیوان آب میدی؟ گفت آره ولی $2. گفتم اوکی. من که اینجوری پول از جیبم در آوردم، یه اعلان من گفت پول برای چی داری میدی؟ گفتم واسه آب. گفت نه من دیوونم پول واسه آب بدم فلان ننتون. پول از دست من گرفت، بعد توش گفت $2 آمریکایی تازه میشه $3 کانادایی، یعنی مثلا گفت تازه بیشتر هم هست واسه یه آب شیر میگم من مثلا $3 میگم دیگه دوزی هم حدی داره. و همین واسش مثال زدم. گفتم ببین یه آدمی مثل من میده، ولی یه آدمی مثل محمد از یهو متنفر میشه از بیزنس، دیگه پاشو نمیذاره تو بیزنس سر همین حالتی. واسه همین تو آردی تو 2 نفر یا 50% از دست میدی. منم دفعه دیگه شاید نیام میگم او اینا آب که نمیدن مجانی اصلا نرم بپرسم. این دفعه چون اومدم پرسیدم و دیگه تشنمه تا اینجا اومدم میگم اوکی بده $2 بدیم بابا، ما که دسته 200 میبازیم $2 چیه؟ من مغزم اینطوری میگم و النا دسته 200 میزیم چجوریه؟ لا اصلا واسش مهم نیست. $2 آب. و مثلا همش بهش یاد میدم. ولی دارم میگم من 24 ساعت دارم بهشون یاد میدم، نه اینکه 24 ساعت دارم بهشون یاد میدم. حواسم هست آخرین باری که صحبت کردیم بهش چی گفتم، برای اینکه وقتی باهاش صحبت میکنیم تمام مغزمو میگم این خیلی مهمه. بلکه باشه دفعه بعد اون اشتباه میکنه بهش میگم پاش اینو با هم صحبت کردیم چرا بلد نبودی؟ من اینو بهت نگفتم دفعه پیش نباید به کاستمر مثلا یا به کاستمر بگو که ببر پس بیار، چرا پس از سوال بود؟ بعد میگه او راست میگی. همیشه هم خیلی موقع شده حتی اینکلودینگ دیروز که وقتی یه چیزی به بچه‌م میگم یکی که اونجاست
میگه فکر کنی فهمید؟ بعد میگم ببین نمیدونم، چیزی که میدونم اینه که یه روزی میفهمه. اون روز که رو نمیدونم، شاید تو 3 سالگی باشه، شاید تو 13 سالگیش باشه، ولی من هر دفعه که چانس بگیرم بگم او اگر چیزی داری میفروشی مطمئن نیستی به یارو حتما بگو من پولتو پس میدم، ما دوز نیستیم. تو هر سنینو یاد بگیری دیگه میدونم بالاخره یاد گرفته و روزی که یاد بگیری دیگه بهش نمیگم. خب آدما اینو نمیفهمن. میگه فکر کنی الان میفهمه؟ میگم نه مالقا، مگه تایم داری کی میفهمه؟ مگه تو خودت میفهمیدی کی میفهمی؟ تو یه چیزی از دوستات بیشتر میفهمیدی، دوستات چیزی از تو بیشتر میفهمیدن. پس تو عادی میدونی که دنیا بالا پایینه. حالا تو که اینو میدونی دنیا بالا پایینه، چرا فکر میکنی بچت متفاوت باشه؟ تو هم با بچت باید برسی، باید 24 ساله بالا سرشون باشی، باید بهشون بگی داستان چیه، هر دفعه چه چانسی پیش میاد تو باید اینو بزنی تا اون روزی که اون داره میفهمه این چانس هم اتفاق افتاده. چون یه چیزی تو به موقع میگی بچه دلیلی نداره یادش بمونه. ولی اگه مثلا کنار خیابون مونده بعد بهش بگی آو بعد این کارو بکنی، چون کنار خیابون مونده میمونه. من دیروز می‌خواستم پایاد پاشه بمونه، اینجوری حواسش نبود، یهو با بالش پشت زدم تو صورتش، یهو برگشت نگاه اصلا پروکور کشید که وات د هل. می‌خواستم این چیزی که بهت گفتم یاد بمونه. الان این صحنه رو یادت میمونه که من یهو بی‌دلیل با بالش زدم تو صورتت، اصلا هیچ وقتم تا این کارو باید نکردم تو زندگی. اینکه یهو من یه دفعه بابام اینو اینجوری بهم یاد داد. رفتم توالت ایرانی هم بود دیگه، وایسادم، نه توالت فرنگی بود، وایسادم بالا جیش کردم، بعد اومدم دیدم پشت در توالت ایرانم که یاد از پشت میشد قفل کرد. چرا ما نفهمیدیم؟ همه خونه‌ها چیز داشتن، همه می‌خواستن کلمه. خلاص بابام در پشت قفل کرد. من یه مثلا 5 دقیقه 8 دقیقه اون توی در میزدم، هیچ کم جواب نمیداد. پراکور کردم چه اتفاقی داره میفته؟ واسه کی اومد اینجا؟ چی در بستن؟ بعد 7 دقیقه در باز کرد. چرا؟ گفت وقتی که میشینی جیش میکنی پاهات فشار میاره به مساند خالی میشه، باعث میشه سنگ کلیه نگیری. تو رفتی تو توالت آپشن داری بشینی ریلکس، یعنی احمقا وایسادی داری ایم میکنی، آبم داره اسپلش میکنه رو پاهات، هم کثیف داری میکنی توالتو، هم پاهاتو داری کثیف میکنی، هم زمین داری کثیف میکنی، هم داری امکان داره به خودت بزنی سنگ کلیه بگیری. در واسط بستم که دیگه این کار نکنی. از این هر وقت رفتی توالت این صحنه رو یادت میاد میشینی. این کارو با من 5 سالگی کرد. من 42 سالمه. هم تمام داستان یادمه، توالت چطوری بود، در شیشه‌ای بود میتونی اونور رو ببینی، همه چی رو یادمه. توالت خونمون رو یادم نمیاد، توش بزرگ شدم. این اتفاق خونه مامان بزرگم افتاد تو کرج. توالت پایین بیسمنت رو یادمه، بالا و طبقه سوم یادم نمیاد توالت خونه چه ریختی بود. هیچ یا نمیدونم قهوه‌ای بود یا زرد، هیچ آیده. این نقره‌ایشو یادمه، شیشه‌ای که نمیتونی اونورشو ببینی یادمه. فقط گفتش که تو همین این صحنه رو بعد یه کاری بعد بکنی. من نمیتونم هر روز با بالش بزنم تو صورت پاشا. یه آپشن داشتم یه بار با بالش بزنم. اون روز اینو تیک کردم. پوینتش این بود که یه چیزی برمی‌داری بذار سر جاش. به هر حال به نظرم در ذره همین که تکرار می‌کنی یه مقدار از حرفاتو میگیره که الان اینا که همینو میگم، تو نمیفهمی که کی میگیرن. یکی 10 ساله یکی 7 ساله، بالاخره تا الان که به اینجا رسیدن یه سری از حرفا رو تک کرده که الان تربیتش خوب بوده تا الان دیگه. من میگم تو هر سناریویی میذاری برنده است. مثلا میذاریش تو ورزش، معلمش میگه عجب آدمیه، خیلی خوب گوش داد. چرا؟ چون وقتی میبردمش کلاس کاراته برای 1 سال و نیم اول خودم هر دفعه میرفتم سر کلاس. بعد تنها ریکوستم چی بود؟ وقتی که تو صفی وای نستا این احمقا نوبتت بشه، تو پرکتیس بکن. اگه قرار لگد بزنی تو لگد بزن. وقتی میرسی اونجا 6 بار زده بشی، دفعه هفتم به اون یارو نشون بدی، چک کنی، ایرادتو بگیر، بری 7 بار اینو پرکتیس کنی. میفهمی؟ این نکته ها بود که هی من گذاشتم براش. بعد الان که میره بشه معلم، همه بچه‌ها که مثلا به معلم داره میده، همه بچه‌ها اینجا وایسادن، پاشام داره کارا رو تکرار داره میکنه. بعد معلم براش جالبه. ولی واسش توضیح دادم، یه وقتی این کارو میکنی برای معلم جالب میشی. وقتی واسه معلم جالب بشی، معلم دوست داره بیشتر به تو یاد بده تا به غضنفر. اینم بهش یاد میدم. میفهمی چی بهت میگم؟ بعد همش تو پوینت هایی که داری رو باید بزنی. تو نمیتونی وایس بگی خب امروز داره انبازی در میاره جلوی سهیل، ولی خب 3 سالشه، الان که نمیفهمه. کی تو رو مسئول فهم شعور یه نفر دیگه کرد؟ تو خودت نفهمیدی کی فهمیدی. میخوای یه نفر دیگه رو حرف بزنی کی میفهمه؟ رو به حساب چی؟ اگه رو حساب عقل داری میری جلو، مگه نمیگن 90-80% بچه تا 6 سالگی شکل میگیره؟ خب پس تو دیگه باید بپری رو همشون دیگه. بعد یه حرف خیلی قشنگی زد، میخوام اینو حتما باشه توی کامیونیتی ایرانی. گفتش که یه 2 تا آدم دارن حرف میزنن، جفتشون هم خیلی معروف. این یکی معروفه، به معروف شماره 2 میگه که بچه داری؟ میگه آره. 2 تا دختر عشق. میگه چند سالشونن؟ میگه که مثلا 3 و 5. میگه او وایسا 10 سال دیگه 2 تا تینیجر داری، چه کثافتی خواهم بود. منم خیلی از این همیشه میترسیدم. برگشت گفتش که این جمله رو من از همه پدرای بد شنیدم. خیلی قشنگ جوابش داد. پشمام ریخت. راست میگه، چون خونه ما من و خواهرم جا غیر عادی بازی نشیم، ما جا دعوا نکردیم، جا خونه نداشتیم بریم، جا چیزی نشکنیم، جا نرفتیم تو اتاق بریم غذا نمیخوریم، امروز در رو نکوبیدیم، ما هیچ وقت جامعه نشیم تو خونمون. با بابام حرف میزنیم، میگم آقا مامانه میگه نمیتونی بری مثلا انگوش کنی تو چش
محمد. بعد بابا میگه خب راست میگی دیگه. من میخوام انگوش کنم. میگه خب بس برو من حواس مامو پس کنم برو. مثلا خودم این لولی بود، چیلکسی بود و صحبتی و که بس مامان از این موضوع حساسه، بس حالا تو کلمتو بریزنی اون نفهمه که ناراحت نشه. مثلا میدونی ما هیچ وقت دلیل ندیدیم که بخوایم عوضی بازی در بیاریم. همیشه حتی اونوری میگفتم بزرگتر شدم بعد یه کاری بکنم، قبلا زورم نمیرسید جارو کنم بذار الان جارو کنم، قبلا زورم نمیرسید الان بذارم ماشین خالی کنم. بهترم شدیم ما. میدونی حداقل چیزی من دیدم اینجوری بود. ولی خونه دوستام همه کثافت کاری بودن. الان میفهمم آره چون مامان بابای ما خوب بودن. اگه بچه تو سن 13 سالگی تینیجر تخمیه چون تو تخمی برادر یا خواهر من. هر چیزی تو طبقه ناب کنیم. من با هر چند نفرم صحبت میکنم انقدر برای بچه‌هاشون ارزش قائلن. وای بچه انینی که امکان داره مثلا هیتلر باشه، امکان داره قاتل باشه، امکان داره مثلا دوز باشه. یعنی انی نبود اگه هوملس باشی شاید کاراکتر بهتری بود بچه. یعنی انقدر بچه میتونه بد باشه. شایدم از اون آدما میشه 1 در میلیون. چند تا آدم خفن داریم تو دنیا. الان مثلا بخوای یهو فکر کنیم آدم خفن، من مثلا 7 تا تو سرم پاپ میکنه. بخوام به آدمای عوضی فکر کنم تمام خانواده‌ام و دوستام و آدمایی که تو فیلم دیدم و همه میان جلو. می‌چی خب وقتی دنیا اینجوریه تو چند سم داره میگه احتمالاً این انی که تو زایدی یه انی مثل انای دیگه، چرا نیای اولا سعی کنی خوب اون 1% بکنی، اگر نمی‌کنی دیگه نپرست این گوهو. خودت تو فشار نذار که باید بره کلاس اسب سواری. نه بچه‌ای که تو آفریقا هستن کلاس ان سواری هم نمیرن، بزرگم میشن آن سواری میشن، یهشون دزد میشه کسافت. زندگی تو نمیخواد تو شلب شروع بذاری خار شوهر رو سرویس کنی برو پول در بیار چون من میخوام این بره کلاس پیانو، چون خواهرم شوهرش پولداره یا دکتر بچه‌شو گوشه کلاس پیانو. جای پیانو مثل تو بشین آقا یه 2 دقیقه از روز تو بذار باش بشین صحبت کن. به نظر من حالا یه استوری گذاشتم که آقا هفته یه ساعت با بچه‌تون بشینین گپ بزنین، ازشون بپرسین دنیاشون چیه. یکی زده بود سهیل جون هفته یه ساعت کم نیست. خواستم بگم ما عقب مردم تو زندگیشون حرف نمیزنن با بچه‌شون. حرف نمیزنه فقط آخه از اون ورم داریم یارو حرف نمیزنه، بعد بچه اگه یه کاری بکنه یه کار بدی بکنه یا هر چیزی میره میزنه تو سرش دعواش میکنه، میگه خب تو تربیتش نکردی و حالا میزنی. اینم نامردیه دیگه. تو به این فکر کردی؟ آره دیگه تو اگه اولش نشی دیگه بعد، چون میگم همون حرفی که یارو زد همه مام بابای بد بچه بد تربیت میکنن. تو امکان نداره یه سگ بیاری خونه ترینر نداشته باشی یا شعور ترینینگو بلد نباشی و اون سگ خوب عذاب در بیاد. امکان نداره، محاله. تو هر سگی بیاری تو خونه ولش کنی میشاشه، میرینه، گاز میگیره، همه چی رو پاره میکنه. یعنی خونه رو به کثافت میکشه، واقعا دیستروی میکنه خونه رو. هر نژادی هر سایزی. حالا یه دونه ترینر خوب بذار، هر نژادی هر سگی و هر جوری بیاری تو خونه این بعد از 2 ماه یه سگ خفن تبدیل. پس این فکته. تمام مامابای بعد اگر با اینی که حالا کی حوصله داره الان که نمیفهمه بشینم واسه چی واسه این توضیح بدم من مردم الان از مزخرف بازی بیاری، بچه رو تا 10 سال 15 سال اولش دست توه. بعد از 15 سال دیگه بزرگ میشه، آدم خودش میشه. در 18 که دیگه ادالته و بعد اصلا دیگه کارش نمیتونی بکنی. تو بچه‌تم من کسی ندیدم بچه‌شو ول کنه. یعنی من الان بابام 90 سالشه، هنوز من دیروز داشتم باباش دعوا میکردم. پس تو زندگیش تاثیر دارم، حالا خوب یا بد هر جوری. پس آدما بچه‌شون زندگیشون میمونه. بچه بد تربیت کنی، تخمی تربیت کنی، تمام زندگی اذیتت میکنه. فکت دیگه. بچه‌ت هم خوب باشه بهت میرسن، بهت لاو میدن. میگم آقا ما همیشه. من یک چیز دیگه هم که میخوام بگم تو این آخرین چیز، من موموکو یک دیروز اومد گفت میخوام بدوم بعد یهو کاری بکنم که میتونست پاش سر بخوره و مثلا ضربه بخوره بهش. و همه گفتن نه گفتم که نه. گفتم موموکو تصمیمش با خودته. این کاری که میتونی بکنی میتونه بهت ضربه بزنه. اگه میخوای من عاقلانه‌اش اینه که نکنی، اگه میخوای بکنی خیلی محتاط باش. ولی اگه میخوای بکنی الان بهترین موقع است که بکنی. چون من اینجام اگه اتفاقی بیفته تو 5 سال دیگه من تو رسوندم بیمارستان. نگاه کن کی با ما اینجوری حرف زد. بابا من با ما اینجوری حرف زد. ولی من هیچ وقت ندیدم یک تا دوستم اومده. من یه بار یه دونه آهن چیز درست کرده بودم، 3 تا باچی گنده رو بسته بودم به هم با چسب. بعد چسبا رو گذاشته بودم، چسب لن گذاشته بودم توشون پونه زده بودم. وقتی چسبا رو میزدی تیغا همه بیرون بود، چسبیده بودم به این چسبه، به این باچیه. من باچیه رو بردم چسبوندم به دیوارم با تناب، یه نخ بهش بستم به جلوی در. هر کی درو باز میکنه تنابه باز میشد، این میومد تو صورته. بعد بابام صدا کردم بابا اینو درست کردم. شبم محمد داره میاد قراره بره تو کونش. بعد بابا نگاه کرد گفت محمد حتما میره بیمارستان.
بعد گفتم که نه اونقدرم چیز نیست، نگاه کن وقت نداره اینا. بعد گفت من با تجربه که دارم اگه سرش نشکنه حداقل 7-8 سوراخ پیدا میکنه، واسه همین محمد شب میره بیمارستان. اتاق رفتیم. آقا خود نگاهش کردم دیدم خب راست میگی. رفتم جلوش یه مثلا اینجا ول کردم خورد خودم رفت تو دیدم بابا اینجا ول کردم از اون سقف یه دنیای نیست پرت میشه. بعد رفتم دستمال آوردم، دستمال زدم توش که این دستمالو نذارین سوزنو بره تو، ولی یه خورده پاکت کنه. بعد دوباره زدم دیدم دوباره درد داره. بعد گفتم دیگه اصلا ولش کن، اینا رو کندم چون فقط باتریه. بعد باتریه رو اینجوری ول کردم خورد تو سرم کلی درد. گفتم آقا این بخوره جای بعد یارو میمیره زندان سر یه جوک مسخره. آره شوردم تموم شد. ولی اگه مامانم اون روز منو تو اتاق دیوانه تو احمقی. و خیلی جالبه اگه مامان بابا یکی عاقل باشن بچه میفهمه که او این کسخل این عاقل است، یه چیز جدی با عاقل حرف میزنه، میفهمه اگه کسخل داد میزنه اصلا مهم نیست. اکثر مامانا جفتشون کسخل حساب میشن، برای همینه که حرف براشون مهم نیست. من الان پاشا حالا مامانکو هنوز کوچوله داره میرسه، همه میگم مامانکو فقط به حرف تو گوش میده، ولی پاشا حرف منو مثل قرآن گوش میده، چون بهش ثابت شده که من فقط خوبشو میخوام، کله خرم هستم. اگه بخواد یه کاری کنم چه کاری میکنه؟ بابا این کارو کنم امکان داره این بشکنه. گفتم که خب الان وقتشه چیز میز بشکنی دیگه من انتظار دارم مثلا بیام بزنم آینه بشکنم دیگه. اگه قرار کسی با میستک آینه بشکنه تویی کارتو بکن، حالا شکست تمیزش میکنی. سنشون رو بعد بفهمی که داره یاد میگه، داره دنیا رو تجربه میکنه، بچه نیست، انسان احمقه. تو انسان احمقو با اطلاعات و پرکتیس میتونی عاقلش کنی، وگرنه نه انسان احمق میمونه. حرف زدن واقعا خیلی مهمه. من با بابام خیلی رفیقم، الان 2 ساله که اومدم کانادا. بگم شاید به من میگه بابا، هر شب به من بابام زنگ میزنه، ما با هم حرف. مثلا بابای من میره سر کار، مثلا از سر کارش هر روز با من زنگ میزنه. منم مامان بابا یک روز نشو زنگ نزنم. آره بعد هر روزم مثلا با مامانم که پا میشم هر روز با هم دیگه صحبت می‌کنیم. از اولم همینجوری بوده و خیلی با هم رسید. پس من میام بعضی موقع داد میزنم صدات میکنم، اونها احتمال داره بشنون. موهم ماماکو خیلی بامزه میگه، کاش بود اینجا سوشو ضبط می‌کردیم. موهم چی میگه؟ موهمه. ماماکو خیلی خارجیه. پاشا فارسی حرف میزنه فکر می‌کنی مثلا 3 هفته از ایران اومده. ماماکو فارسی حرف میزنه میدونی داره پاره میشه. من فرندم آره خیلی سخته شد. پیتزا بخوریم دهنش دارید چه فارسی حرف بزنه. یکی 2 بار داشتیم بازی میکردیم با هم، بعد گفتش که فارسی ممنوعه فقط انگلیسی. گفتم خب باشه ترن بعد انگلیسی ممنوعه فقط فارسی. گفت نه فقط نمیشه که. خیلی آقا تو مادرتون بچه‌هاتون رو ببین، من 10 دقیقه با یارو اینتراکشن داشتم، حالم داشت از بچه‌هاش به هم می‌خورد، یعنی دلم می‌خواست جفتشون برن زیر بعد زنش هم نمی اومد. خب این جالبه، صبح که اومد گفت زنم باید چند تا میتینگ داره، حالا مثلا یه دونه زوم کال داشته ساعت 2 دیگه، اینو بهونه کرده و زنه اینا رو پیچونده، حالا ما کاری نداریم. 8 صبح ساندی تا 5 بعد از ظهر خانوم میتینگ داشته. اینو باور میکنه مشکل یک شنبه. آره میگم ما باور میکنیم. ولی اتفاقی که بعدش افتاده جالبه. ساعت 5 بهش زنگ میزنه که آقا اینا تازه دارن برمیارن خونه اینوری، میخوام پیتزا سفارش بدن، بچه‌ها میخوان تازه من رو ترامپولین و اینا بشونم بپرن و اینا داستان دیگه اینجا دارن. اگه میخوای تو هم پاشو بیا اینجا. خانمش هم گل دوست داره، گل نمیزنه ولی دوست داره. میفهمی چی میگم؟ آخرین بار که مثلا 5 سال پیش بوده، ولی یه جاش یه توکی بزنه تو همه آدم حسابی دور برشن، کسی گل باز نیست، اونم نمیره گل بخره. یا خونه من یا پاکو میز. خلاص شوهرش گفت اگه این بفهمه اینجا داستان خوشحال میشه. بعد گفتم بهش بگو خب بیاد دیگه. بعد زنگ زد و گفت آره حتما میاد، خیلی چیزا. بعد گفتم چی میاد؟ گفت نه نمیاد. از دست منم ناراحت شد چون من گذاشتمش آن دی اسپات، یعنی مثلا الان میگه اینا میگن چه منزویه این نمیاد بیرون اینا. بعد من اینجوریه که نه ما اصلا کاری نداریم میخواد بیاد نه نیاد، ولی گفتم بهش بگو که اگه داره الان شما رو 2 در میکنه چون حوصلتون نداره، چون کاملا معلومه، بهش بگو الان روزای خوبشه ها، این فقط قراره بدتر شه. 5 سال دیگه این بچه دیگه نونو نمیگه، بشقا بر نمیزنه تو صورت من مثلا، چون دیگه زورش زیاد شده و مثلا خوش تصمیم میتونه خوش بگیره و این حرفا. بعد پاهاش دیگه بو میده، توالتش ان میکنه، انش میچسبه اونجا، تو بعدت میاد دیگه تمیز کنه، چون بچه‌ش 16 سالشه، دیگه خاص آدم گنده ای دیگه. من بهش بگو الان داره الان اوید میکنه 100% شما 10 سال دیگه طلاق میگیرین، چون این راه داریم میرین جلو، چون الان همیشه جدا این یکی داره یکی دیگه داره نفس میکشه که این بچه‌هاتون ان تربیت کنین. حرفی که دارم میزنم میگم واسه من نیست، واسه 5 دقیقه، چون من 5 دقیقه دیدم گفتم اوکی گور پدرت، امیدوارم بمیری دیگه نمیخوام ببینمت. یعنی من 5 سال دیگه یارو زنگ بزنه بگه چون بچه داشت در خونه ما میرفت گفت ما کی دوباره میتونیم بیایم اینجا. بعد گفتم که من دارم فردا میرم مسافرت، حالا نیستم دیگه، برگشتم به زنگ میزنم، ولی دیگه مسافرت واسه یارو لایف تایمه.
داستان بگو. موموکو میگفتش که بابا من کی میتونم کجا برم یادم نیست، گفت کی میتونم مثلا یه کاری بکنم اینا، بعد دوید برایش که برزدی بعد گفت فرزدی کی میشه، بعد گفت بعد از ونزدی از آقا که میریزم. ولی میگه آقا بچه ها رو من دارم میگم من 10 دقیقه تحمل من اهمیتی نداره، من 3 روزم تحملش میکنم، ما هم مسافرت هم بریم میتونم تحملش کنم، میگم به جهنم 3 روز دیگه میره نمیبینمش. ولی برای چی بیری واسه خودت زندگی درست کنی با احمقیت؟ دقیقاً اسمش میشه دوستی خاله خرسه. این کتاب داستان داریم راجعش نوشتن، هممون خرسین دارین الکی محبت تخمی میکنیم به این بچه هیچی که نمیفهمه هیچی. چرا؟ چون محبت عادی میشه، همه چی عادی میشه. یعنی اونی که پادشاهه 3 روز اول حال میکرد یکی کونشو تمیز میکنه، روز 4م دیگه اصلا میگه آقا یعنی کون با تمیز شد دیگه، میگه اهمیتی نداره. کسی که لاتاری میبره 3 ماه 6 ماه براش همه چی هیجان، برای همه چی نرمال میشه دیگه. نه هواپیما شخصی اهمیت داره، نه فرست کلاس بعد اهمیت داره، نه مسافرت بعد اهمیت داره. همیشه میگم یعنی راه چیزی که داری میری مهمه، نه ته خط چی به داستان که میرسی دیگه تموم شده. پس محبت هم جز همین کاتگوری میده تو و تموم میشه. محبت اگر همشو بی دلیل و رو هوا باشه دیگه ارزشش از دست میده، ولی محبت اگه رو حساب و رو منطق باشه، آره یه نفر بچه خوبه مثل بچهای من همش بهشون محبت میکنم، چرا که نه، اون داره هر روز آدم حسابیه، منم هر روزش محبت نشون میدم، این اینفینیتی برهش اشکال نداره تا بی نهایت این اتفاق بیفته. ولی یه روزی که پاشو بلند میشه میگم اینا اتاقش دیشب خیلی مثال خیلی باحال، دیشب میگم مامان جون وقت خوابه و مامان بابا من اوکی اتاقمو تمیز کنم وقتی که دارم آیپد نگاه میکنم، بعد من خب فهمیدم فقط میخواد آیپد نگاه کنه دیگه، بعد داره چون میدونه من تمیزی رو دوست دارم داره اینو بهونه میکنه. ولی خب چرا که نه، تو 10 دقیقه دیرتر بخواد به جهنم ولی اتاق تمیز میشه، تو هم یه کار خوب انجام دادی. من اوکی برو. بعد رفت بعد اون گفت بابا مشکل داریم. گفتم چی؟ اتاق تمیزه. دیگه آیپد آره آیپد گذاشت رفت. ببین اینا قشنگه که یارو بچه 5 ساله داره میاد اتاقش، میبینه اتاقش تمیزه، خودش هم تمیز کرده، لحظه پراود مومنت براش. بچهای دیگه وقتی تو اینو داری میکنه آره تو هم باش حال میدی، میگی نه بیا بک اند فورت میریم نو پرابلم. ولی بچه‌ای که داره بد بیهیو میکنه رو تو بهش واسه چی عشق میدی؟ هم عشق تو داری بی ارزش میکنی، هم داری کار بد اونو تقویت میکنی. این 2 دفعه داری کار اشتباه میکنی. چرا اون بابا وقتی که میگه کارمندام میخوام بابت کنه، چرا؟ چون تو زندگیش عشق ندیده. عاشق شدنه. آهنگ ایرانی هست عاشق شدنه. واقعا همینه، یارو عاشق شدنه و چون تو حالا عاشق نشده الان فکر میکنه این عشق واقعیه. عشق واقعی نیست. صحبت کردیم راجعش دیگه. این عشق واقعی نیست و به خاطر اینکه این بچه‌م دلش میخواد من کارمندشو باز کنم، چقدر منو دوست داره. نه این آدم لوس، بی ارزه، خنگ، بی تربیت به من برخورد. بعد به من برمیخوره، ضررش به کی میره؟ ضررش به اون. وقتی خواستیم بریم الان ماشین منو برداشت رفت و بچه‌ها و من با اینا رفتم تقدر مشترک نشستم جلو. میرسم بچه‌هاش انن دیگه، حالا خودش حالا بره وسایلو بذاره صندوق عقب، این بچه رو از این در سوار کنه ببنده، اون بچه رو سوار کنه. حالا همین سناریو بچه رو گشته اینجا داره میره، اون کی بچه رو چیز وسایل بذاره صندوق عقب، اون کی بچه تازه بچه تخمیه دستش بابا، بچه خوبه تو ماشین داره داد میزنه من آب سیب میخوام. من خواستم بگم خب آقا رو بخور. الان با این نمیبینی بابات مثلا سرش شلوغه واسه چی الان آب سیب میخواد؟ خفه شدی یه آب سیب میخوام مثلا بابا اینو گذاشت اومد تو ماشین سریع آب سیب باز که تق داد به این. من اگه موموکو این کارو میکردم میشستم تو ماشین میگفتم موموکو من آب سیبم اینجاست گوشوندم بهت بدم. ولی چون که وقتی من دارم مثل سگ تو این گرما کار میکنم و تو فقط انقدر خودخواهی که فقط فکر آب سیبه، من آب سیبو بهت نمیدم. تا خونه آب سیبو نگاه کن که یاد بمونه چرا بهت ندادم. اینجا اون لحظه که تو نمیدونی بچه اینو بفهمه یا نه، ولی یه روزی میفهمه. دمتون گرم. چاکس. سوی اقتصادی